هر وقت داری میری چراغ باتری ماشین روشن شد اصلا نگران نباش، خونسردی خودت حفظ کن. چراغ دینام به علت یا تصمیم دینام پاره شده یا دینامت برق تولید نمیکنه. برای این کار شما سعی کن مصرف کننده های مهم و پرمصرف خاموش کنی، مثل کولر، چراغ اینا رو خاموش کنی تا باتری سریع خالی نشه، خودتو تا یه مسیری برسونی، بعد اونجا بدی تعمیر کنن درستش کنن. میخوام یه ترفند چند میلیونی بهت یاد بدم که اگر تو جاده یا بیابون مونده باشی ماشین روشن نمیشه، با یه کارت ماشین رو روشن کنی. بیا اینجا استارت بزن. خوبه، ماشین روشن نمیشه، میای ریل دوبلو باز میکنی. گاهی اوقات این ریل دوب خراب باشه ماشین روشن نمیشه، میای چیکار میکنی؟ یه کارت ویزیتی چیزی میذاری زیر این پلاتینا، باعث برقراری اتصال اینا میشه. استارت. ببینید خیلی راحت ماشین روشن میشه. تجربه جدیدم به این شکل برای اکسل که اگر این پیچ موجگیر رو خواستن براش درست صفر کنن، حتما از چسب لاستیک استفاده کنن که اون پیچ توی دست اندازا شل نشه. موجگیر دیویچیش رو هر کاری بکنید توی دست انداز صدا میده. تجربه جدیدم، شلنگ آب رو برداری، فقط سایزش باید باشه، به این شکل وسط چاکش میدید و میذارید داخل، دیگه عمرن به لوله تانکی گیر نمیکنه، یا اگر گیر بکنه دیگه تولید صدا نمیکنه. آقا خدایی ما واسه ساختن این کلیپو خیلی زحمت میکشیم. خواهش میکنم این کلیپو لایک کن، سیو کن و برای دوستات بفرستش. اما برگردیم رو خودروی پراید. ما نحوه تایم گیریمون به این شکله. ببینید یه ارتباط خیلی منظمی بین میلنگ و میل سوپاپ برقراره توی موتور. شما حتما باید موقع تعویض، چه حالا در آوردن چه جا زدن تسمه، حتما باید به این علائم دقت بکنید. توی موتور پراید ما قسمت میلنگ، یعنی دنده تایم میلنگمون، روی پوسته اویل پمپمون یه فلش داریم که حالا من با نوک پیشگوشی دارم نشونتون میدم، و برعکس روی دنده تایممون هم یک شیار داریم. شما حتما باید این شیار، یعنی موتور رو انقدری بچرخونید که این شیار روبروی این فلش دقیقاً وایسه. حتما باید این شیار روی دندمون روبروی این فلش وایسه. این میشه تایم پایین موتور ما، یعنی تایم میلنگمون. حالا همینجور که پایین موتورمون تایم داره، بالای موتورمون هم، یعنی روی میل سوپاپمون هم ما تایم داریم که روی میل سوپاپمون، روی دنده میل سوپاپ دو تا علامت برای ما گذاشته. یه علامت سمت راسته به صورت افقی، یه علامت بالا به صورت عمودیه. نقطه مقابلش دقیقاً روبروی این علامت عمودی ما یه فلش روی در سوپاپ ما هست، یه فلش هم دقیقاً روبروی این علامت افقیمون روی پوسته سرسیلندر، که شما علامت افقی رو حتما باید به سمت این فلش بذارید رو پوسته سرسیلندر، عمودی رو هم به سمت فلش روی در سوپاپمون بذارید. اینو میتونیم یه حالت تعریف ساده تر هم براش داشته باشیم، چون بالاخره این موتور میچرخه، حالت افقی و عمودیش تغییر میکنه. شما میتونید به این صورت هم در نظر بگیرید که این دو علامت به حالت عقربه های ساعت در ساعت 3 قرار بگیره. یعنی اگر حالت ساعت 3 رو توی ساعت عقربه‌ای در نظر بگیریم، عقربه کوچیک ما میفته دقیقاً به سمت دست راست و دقیقاً افقی، و عقربه بزرگ ما دقیقاً عمودی میشه. این دوتا علامت باید طوری